یکی از علمای شیعه در کتاب ثواب الاعمال شیخ و صدوق عقاب الاعمال از شیخ صدوقشون که ما بهش میگیم شیخ کذوب، در صفحه 244 در این کتابش در اینجا میگه که به یکی از ابو عبدالله علیه السلام به یکی از یارانش میگه که اگر بنده‌ای عبد الله 100 عام 100 سال خدا رو بندگی بکنه بین الرکن و المقام. در کجا؟ بین الرکن و المقام، در کعبه، اون قسمتی که رکن یمانی است و مقام ابراهیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی رو بندگی بکنه. و یصوم النهار و یقوم اللیل، در طول این 100 سال شب و روز روزه و نماز ادا بکنه. حتی یسقط عاجباه، تا این اندازه عبادت بکنه که ابروهاش بریزه از بس که عبادت کنه. میگه که اگر این شخص با همه این عباداتش در مورد حق ما که همون امامت ائمه است جاهلا لحقنا باشه، در اینجا میبینید لم یکن له ثواب، برای او هیچ ثوابی وجود نداره. یعنی چی؟ همه اعمالش چی است؟ باطل است. ببینید در اینجا توضیح هم میده در روایت بعدی، میگه که این افضل ترین مکان بین رکن و مقام هست و اگر مردی در اینجا عمر نوح علیه السلام رو بکنه، یعنی نوح علیه السلام حدود 1000 سال 950 سال دعوت داد، بله عمر کرد. اگر 1000 سال و 950 سال، 1000 الا 50 950 سال بیاد در اینجا عبادت بکنه، روزه بگیره، شب قیام اللیل بکنه، همه اینا رو انجام بده و ثم لقی الله عز وجل بغیر ولایتنا لم ينفعه بذلك شيئا. الله سبحانه و تعالی رو ملاقات بکنه در روز قیامت در حالی که ایمان به ولایت ما نداشته باشه، یعنی امامت را قبول نداشته باشه، هیچ این اعمالی که انجام داده هیچ کدومش به دردش نمیخوره.